چالش اگه راست میگی بگو. وای چی میخواد بپرسه؟ اگه احساس میکنی زود ازدواج کردی بدو. خیلی شوره. بدو. هنوز بازم میخوام بدو. اگه نصف شب یواشکی در یخچال رو باز میکنی و ادعای رژیم داری بدو. تو بدو میگی؟ اگه موقع آماده شدن میگی 5 دقیقه دیگه آمادم ولی نیم ساعت دیگه حاضر میشی بدو. از بس دقیقم. اگه میگی این آخرین خرید این ماه همه و دیگه خرید نمی‌کنم ولی فرداش یه خرید می‌کنی بدو. هر کی بیشتر جلوی مامانشینا قیافه مظلوم میگیره بدو. من نمیگیرم خیلی. بدو میگیری. نمیگیرم. هر کی موقع فیلم دیدن بعد 10 دقیقه خوابش میگیره بدو. هر کی بیشتر رئیس بازی در میاره ولی ادعاش میکنه کاری نیست بدو. هر کی اگه گم بشیم حاضر نیست از کسی آدرس بپرسه بدو. آبانی 10 بار راه و اشتباه میریم آدرس نمیپرسه. هر کی وقتی درباره یه چیزی میخوایم صحبت کنیم فکر میکنه قرار دعوا بشه بدو. هر کی اگه کادو از طرف خانواده همسرش باشه اول قیمتش رو توی دیجیکالا سرچ میکنه بدو. هر کی وقتی تو ماشین تنها باشیم اول میپرسه دیدی مامانت اینجا چی گفت بدو. دیدی اونجا چی گفت؟ اگه فکر میکنی خواستگاری ازدواج اولیه پیشنهاد تو بود و منو تور کردی بدو. نه بابا داره. این من تو کرد. اگه بعضی وقتا از دست خانواده همسرت حرص میکنی و تو دلت بهشون بد و بی‌راه میگی بدو. اگه تو حالا مخفیانه پیام‌های گوشی اون یکی رو چک کردی بدو. اگه احساس میکنی مادر همسرت هنوز فکر میکنه من تو رو دزدیدم و لیاقت رو نداشتم بدو. کلا من دزدیده. اگه فکر میکنی تو بیشتر از اون یکی تو خونه کار میکنی و اون فقط لنگاشو دراز میکنه بدو. تو بیشتر کار میکنی؟ من لنگامو دراز میکنم فقط. اگه فکر میکنی دستپخت مادرت 100 برابر بهتر از دستپخت اینه بدو. شمالی آخه. اگه موقعی که بیمار میشی ادا در میاری و شلوغش میکنی تا بیشتر بهت برسم بدو.